بی‌ثباتی، افزایش افراطگرایی و تروریسم، بسته شدن راه‌های تجارت حمل و نقل و بی‌ارزش شدن اصولهای حقوق بین الملل. تحلیلگران تاجیک به این پیام و پیامد حمله روز شنبه امریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن رهبر عالی این کشور اشاره می‌کنند. قاسم بیگ محمد، تحلیلگری مسائل سیاسی، بر این است که آنچه در این شب و روز در ایران اتفاق می‌افتد نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای مناطق پیرامونی از جمله آسیای مرکزی که در همسایگی با افغانستان و به صورت مستقیم از طریق ترکمنستان و بحر خزر با ایران هم مرز است میتواند پیامدهای زیاد داشته باشد. ایران مسیر حمل و نقل، مسیر ترانزیت کالا، دسترسی به آبهای آزاد برای کشورهای آسیای مرکزی ضمناً یکی از کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیرها به شمار می رفت که برای آسیای مرکزی در شرایط بحران افغانستان و همچنین مسیر روسیه این مسئله از اهمیت فوق‌العاده بالای برخوردار بود. از دید این تحلیلگر ایران برای تاجیکستان جدا از تفاوت‌های نظام یا ایدئولوژی یک عنصر هویتی تمدنی مشترک در شرایط کنونی جهانی را دارد که ما شاهد تشکیل اتحادیه‌ها و ائتلاف‌ها بر اساس و مبنای تعلق زبانی و نژادی هستیم. جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی وارد روز چهارم خود شد و معلوم نیست که چقدر طول می‌کشد. اگر جنگ ادامه یابد برای ما یک اندازه تاثیر منفی میرساند به آن خاطر که همه کشورهای آسیای مرکزی یک راهکاری را برای رفتن به سوی آبهای گرم به ویژه برای برآمدن به اقیانوس هم از قلمرو ایران و هم از قلمرو افغانستان به ویژه بندرهای چابهار و بندر عباس ایران و بندرهای گودر و قراچی پاکستان در نقشه داشتن این سمت پورا بسته می شود. دولان میانی با وجود تمام آن روایت سازی های و تبلیغات گسترده که درباره آن هست توانمندی نه بیش از 25 میلیارد تن در یک سال اونم پس از 2030 دارد که این تقریبا سمت غرب را برای کشورهای آسیای مرکزی بسته میکند. رضایان به موجودیت راهها به چین و راههای ترانزیتی شمالی خصوصا از طریق روسیه اشاره میکند، اما میگوید این وابستگی کشورها را از قطبهای گوناگونی که دعوای فرادستی در آسیای مرکزی را دارند بیشتر میکند. در برابر تاثیر منفی اقتصادی اگر جنگ دوامدار شود، محمد شمس‌الدینov تحلیلگر مسائل منطقه بحران امنیتی را یکی از چالش‌های بزرگ برای خاورمیانه، آسیای مرکزی و باقی کشورها می‌داند. مرزهای جنوبی ما منطقه پرتنش باقی میمانند. در صورت از دست دادن نظارت بر سرحدها ما میتوانیم با موج گریزه ها اینچنین فعال شدن گروه های مختلف افراطی روبرو شویم. این مجموع عامل ها میتواند به امنیت داخلی ما تاثیر منفی رساند. پروفسور جامعه شناس مظفر عالیموف میگوید امیدواری هایی که بحران تا جنگ نمیکشد و با راه‌های سیاسی و دیپلماتی حل می شود برآورده نشد و عاقبتش ناگوار است. اما باید ما حداقل چاره جوییم که ضررش به ما کمتر باشد یا به منطقه از جمله به تاجیکستان ما که بسیار کشوری حساس است، امکانات‌های برایش به بیرون بسیار محدود است. از این نقطه نظر برای ما مهم است که مهم باید باشد که ما باید همه این چیزها را به نظر بگیریم. هرچند هم صحبتان رادیو آزادی روی طولانی شدن این جنگ کمتر تاکید می‌کنند، اما آن را کاملا استثنا نمی‌دانند. از نظر آنها پیامدهای اصلی این بحران به ادامه چگونگی اوضاع وابسته است و هر تغییر در راهکار و راهبرد جانب‌های درگیر پیامدهای گوناگونی برای امنیت خاورمیانه و در کل برای اقتصاد و روندهای ژئوپلیتیکی جهان از جمله تاجیکستان داشته می‌تواند. تاجیکستان سالهای آخر به طور آشکار و فعال رابطه‌های همه‌جانبه را با ایران غنی از نفت مستحکم می‌کند و این کشور همزبان و همفرهنگ واقع در فاصله
900 کیلومتری از مرزش را چون سمت مساعد برای راه یافتن به بندرهای تجارتی جهانی می‌داند. حالا میان دو کشور روادی در سفرهای مستقیم برای 30 روز بیکار شده است و این دو کشور اعلان کردند که گردش مال و کالا را از 400 میلیون دلار کنونی در چند سال آینده به 1 میلیارد دلار میرسانند که اکنون بستگی به ادامه اوضاع خواهد داشت.